اون چیزی که من امروز میگم یگان کس نگفته است درباره عینی. درباره همین اثرهای عینی یگان کس تا امروز هیچ چیز نگفته است. اون چیزی که من میگم. دوم اینکه یک مسئله دیگر درباره شناسانیدن صدرالدین عینی مسئله مبرم من چنین فکر میکنم که هر چقدر در 15 جلد در 20 جلد ما اثرهای عینی رو چاپ کنیم در فارستان، هر سال هم چاپ کنیم، لیکن بزرگی عینی برای جهان معلوم نمی شود. ببینید که به زبان انگلیسی فقط 4 اثر خرد عینی به انگلیسی ترجمه شده است و خلاص. یعنی که انگلیسی زبانان که زیاده از 1.5 میلیارد هستند نمیدانند که عینی کیست. بغیر از مختصر ترجمه حال خودم که 100 صحیفه هست، بغیر از یادداشت‌های کتاب یکمش که همگی 180 صحیفه است، بغیر از مرد سلطان که قریب 30 صحیفه است و احمد دیوبند که قریب 12 صحیفه است، جهان نمیداند که عینی کیست. برای این پیشنهاد من با حضور رهبریت اکادمی همین است که باید ما عینی و دیگر متفکران خود را به جهان بشناسیم. برای این چیکار کردن در نزد اکادمی یک بخش یک شعبه یک گروه ترجمان ها را آماده کردن در کار که آنها ملت تاجیک، خلق تاجیک، فرهنگ و مدنیت تاجیک را به جهان شناسانند به زبان انگلیسی. استاد اکبر کشنو گفتن که خودمان را شناسانیم. اگر ما خودمان را نشناسانیم با کی میشناسد ما را؟ این است یک پیشگفتار است درباره آنکه چیکار کنیم درباره عینی. خود ما را باید بشناسیم. خب خب چند پیش دانشجویان استادان محترم، چند پیش من دو اثر صدرالدین عینی قهرمان خلق تاجیک تیمورملک و اسیان مقنع را از زبان تاجیکی به انگلیسی ترجمه کردم و به نزدیکی در نشریات روتلجی نیویورک باید چاپ شود. خب وقتی که من این کتاب رو 2 سال پیش ترجمه کردم، ناگهان من در یکی از مغازه‌ها یک کتاب دیگر را یافتم که سال 2014 چاپ شده است، باز همون اثرهای عینی. هم دو ورق زدم، گفتم که چی هست این عینی قهرمان خلق تاجیک تیمورملک اسیان مقنع باز چاپ شده است که چی نویگری در اینجا وارد کرده است؟ یک کس تحریر کرده است. میخوانم میبینم که عینی پره تحریر شده ای. کلمه‌هایی که عینی استفاده است پرداخته است، کلمه‌های خودش مونده است. من آوازم سند به سند همین چیزا رو میبینیم. سود برنده خب من نگاه کنید. خب یعنی که قهرمان خلق تاجیک تیمورملک در سرسخن که اینا سخن‌های عینی نیستند و همین خب آمده است. عینی قهرمان خلق تاجیک نام کتاب کن. اسیان مقنع اوچرک‌های ادبی تاریخی برای بچگان سن میانه و کلان مکتبی. سال 78 در سال 2014 آمده است. قهرمان خلق تاجیک تیمورملک اسیان مقنع اوچرک‌های ادبی و تاریخی برای بچگان سن میانه و کلان مکتبی پرداخته شده است. خب اکنون تحلیل برای چه ما تحلیل می‌خواهیم کنیم؟ تحلیل انتقادی و مقایسه‌ای اثرهای استاد عینی قهرمان خلق تاجیک و تیمورملک اسیان مقنع در 2 نشر سال 78 و 2014 چاپ شده. مقصد چی است؟ معین کردن سهم محرر در درون ناخونک، سهم محرر چطور کرده؟ چی سهم آورده است که همین از نه تحلیل کرده است و پیشنهاد کرده است؟ چی درس عبرت از همین تحریری، همین گونه تحریرها در درون ناخونک گرفتن ما ممکن است؟ خب آثار استاد البته گنجینه گرانبهای ادبیات معاصر تاجیک بوده. تاریخ، ادبیات، زبان و املای دوره حیات استاد را انعکاس می‌نمایند و هیچ کس حقوق ندارد را از نو تحریر کند، نه از جهت اسلوب، نه از جهت لکسیک دوره معاصر. اینا همه می‌دانند.
دوام است. انا که نگاه میکنیم در اونجا نوشتگی در صفحه اول این دو واژه تاریخی در وای میبینید در چیز این دو واژه تاریخی حیات و فعالیت دو مرد بزرگ گذشته خلقمان تیمور ملک و مقنع را بر ضد اجنبیان که بر ضد اجنبیان مبارزه برده قربان شدند در بر میگیرد. در تحریر نو این دو واژه که ادبی و تاریخی دانشمند و ادیب بزرگ تاجیک استاد سادری اینی راجع به حیات و کارنامه دو شخصیت بزرگ گذشته خلقمان تیمور ملک و مقنع که بر ضد اجنبیان مبارزه بودند حکایت میکند. ببینید چه تحریراش است. نگفته است. از جمله قربان شدن را پرداخته است. خب دوامش پیش از آن که جمله عینی پیش از آن که واقعه قهرمانانه خلق تاجیک تیمور ملک خجندی را تصویر نمایند و ما لازم است که در باره احوال آن روزه ماورانهر، خراسان و خوارزم معلومات دهیم. در تحریر نیامده است پیش از آن که کارنامه قهرمان خلق تاجیک آنجا آمده که پیش از آن که واقعه قهرمانانه خلق تاجیک رو گفته است. اینجا آمده است کارنامه قهرمان خلق تاجیک. دوامش خب جمله دیگر عینی پیش از همه اول همین نکته را باید به خوانندگان کرام یعنی جوان خاطر نشان کنیم که ما در اینجا درباره احوال اقتصادی و خواجگی آن وقته این سرزمین ها معلومات با تفصیل دادن را به گردن خود نمیگیریم. محرر تعریف کرده است به جای کلمه کرام که جوان است عوض کرده است گرامی. به جای آن وقته را خیلی املا که معنیش آن وقته پس چیز گرفت دقت را من بشم. لیکن کلمه کرام را که عینی گفته است که به خوانندگان جوان به خواننده‌های عزیز عوض کرده است. جمله دیگر این دو شهر در زمان سامانیان مرکز مدنیت و سیاست شرق اسلام بودند. بعدها آنها صفت مرکز سیاسی خراسان و ایران بودن خود را گم کرده باشد هم آبادی خود را دوام کنانیده بودند. اینی میگوید محرر مدنیت را به کلمه فرهنگ عوض میکند، صفت را به حیث عوض میکند. با جای صفت مرکز سیاسی خراسان را به حیث مرکز سیاسی خراسان عوض کرده است محرر. همین گپ هیچ کس نگفته است تا امروز. هیچ کس اینا را تحلیل نکرده است. این چیز نو است. خب جمله دیگر چنانچه یک بار وی در حالت مستی به قتل شیخ مجدودالدین فرمان داد که او را در علاقه غیرقانونی با والده سلطان ترکان خاتون داشتنش تهمت کرده بودند. محرر می نویسد تحریر میکنه خیلی شیخ را به حرف کلان نیست بلش باشد، لیکن غیر قانونی که ایمین استفاده است غیر شرعی عوض کرده است. والده سلطان ترکان خاتون را به کلمه مادر عوض کرده است محرر. با چه حقوق دارد عینی را تحریر کند؟ جمله هایی که عینی را کلمه هایی که عینی استفاده برده است عوض کند. جمله دیگر به همه این اگر سلطان محمد ناصر خلیفه و عباسیان را از خلافت دور کرده می توانست، احتمال می رفت که مسلمانان با وجود ناراضگی در پیش امیر واقع چیزی گفته نتوانند. محرر تحریر کرده است ناصر خلیفه را با ناصر تر خلیفه کرده است مایلش باشد، اینش به اون قدر وای نیست. عباسیان را با حرف کلان هم نوشته است مایلش باشد، لیکن
ناراضگی رو به ناراضیتی عوض کرده است. مسلمانان را به مسلمانان عوض کرده است. علاوه کرده است. خوارزمشاه و سلاله را علاوه کرده است. جمله دیگر، سلطان محمد اخلاقا خیلی ویران شدگی بود. این واقعه زیرین به این مطلب مثال شده میتواند. در ایران در وقت بازگشت سلطان از خلوان که با مقابل ناصر خلیفه رفته بود، مکتوب آخرین چنگیزخان به او رسید. محرر به جای سلطان محمد خیلی جانشین است وی نوشته است. به جای شدگی شده آورده است. به جای واقعه حادثه آورده است. به جای سلطان ناصر خلیفه ناصر آورده است. و عینی گفته است ناصر خلیفه گفته است. چرا باید خلیفه ناصر میگوید؟ تحریر میکنید. استاد عینی واژه های اقتباسی روسی را هم در آثار خود استفاده میبرد. اینا همه میدونند. محرر باشد آنها را تحریر کرده است. مثلا واژه رال را به نقش، رایان ها را به نواحی، نفت را به نفت، سرانژینری را به سرمهندسی، پروگرام را به برنامه، تکست را به متن تبدیل داده است. در متن صحیفه های 35 محرر واژه دریای سیر را با رود سیر عوض کرده است. سفربری را با سفربر عوض کرده است. قتل عام یافتن را به قتل عام گردیدن عوض کرده است. فتور نرسانید را به زیان نرساند عوض کرده است. جاهای را به جایهای را، اسباب را به ابزار عوض کرده است. به نام شهر اترار خود نام دیگر ترابند را علاوه کرده است. اینی نگفته است ترابند، اترار گفته است. محرر با ترابند را علاوه کرده است. تحریرات در صحیفه 39 محرر چنگیزیان را به عباره مغولان خونخوار، سرحد خیتای را به سرحد چین، سایر قوم‌های کوچمنچی ترک را با دیگر قوم‌های کوچمنچی ترک و غیره و غیره و غیره که بس شد. الان کوتاه کرده است. یک دو چیز مهم دیگر میگم تمام. خیلی بسیار چیزا هست. انا یک چیز بعد چیاتون میگویم تمام. حتی در پاورت صدرالدین عینی وی آورده است. اعزا آورده است. پاورت را حتی عوض کرده است. در پاورت آمدگی جزیه یک انداز تحقیری بوده موافق قانون اسلام از کسانی در ولایت اسلامی زندگی کننده که در دین اسلام نباشند با قرض سرشماری گرفته میشد. جزیه رو علامت جدایش رو پرداخت است، مایلش باشد، لیکن با جای تحقیری رو کلمه تحقیری رو عموما پرداخت است، گرفت است از اونجا. انداز تحقیری بودنش رو انداز تحقیری نوشته است، کلمه رو پرداخت است. قلمروی در ولایت اسلامی عینی رو آورده است و نوشته است که قلمروی کشور اسلامی. با فکر کلمه ولایت نمی‌فارد است به محرر. یک دو سخن استاد دیگر ببخشید. یک دو چیز دیگر بسیار مهم آن است که عینی از 12 اثر تاریخی استفاده برده است. تاریخ طبری و تاریخ رفت صفا و دیگر کتاب‌ها. عینی اقتباس می‌گوید، محرر اقتباس عینی را تعریف می‌کند. مثلا عینی از رمز صفا آورده است. ابو مسلم در این مکتوب ابو سلمه را به عنوان وزیر عالی محمد یاد کردند و او نوشته بود که اختیار انتخاب خلیفه در دست توست. لیکن وزیر عالی را وزیر عالی محمد کرده است. گویا که خوارزمشاه از اولاد محمد پیغمبر باشد. معنا تماما دیگر شده. او عالی کجای؟ او اول کجا؟ اول سامان، اولاد سامان، اول محمد، اولاد محمد. کلمه عالی را با عالی بس کرده است. میگم بس
چوب کنی بعد میگویم یا چوب کردن یک کتاب در فروش هست. خیلی بود من دیگر بسیار اکمیل اینی بسیار یک دنیا گپ است. خب انا یک دو چیز دیگر فقط همین میگویم که من اینجا میباشید من هسته منم یوکنه در ویش در پیش از سر شدن متن آورده است حیات تحریری را نمار کرده است محرر ادیب و دانشمندان شناخته کشور که گویا این اثرها را تحریر کرده باشند عبدالحمید صمدوف شهید مراد اسرافیل نیا بدرالدین مقصودوف و رستم بها همه اینا که من صحبت کردم یگان که از اینا درک ندارد و علاوه بر این باز بغیر از هیئت تحریریه در اینجا رویخط هیئت مشاوره آمدگی در هیئت مشاوره وزیران و کبیرا آمدگی از وزیر معارف سر کرده تا 12 نفر هیئت مشاوره آورده است. من باور دارم که نه هیئت مشاوره و نه هیئت تحریریه در همین دوره گپا یگان چیز نشنیدم. خلاصه تو میموندید من یک میزدم هیچ کس حقوق ندارد عینی را تحریر. ما بزرگی عینی را صفات بکنیم. ما میگیم که عینی برای ما یک آینه هست، یک نمونه هست. لیکن بعضی محرران درون ناخونک ادیبان میگیرن استاد عینی را و با دیگر اثرهای دیگران را اصلاح میکنن. به همین خاتمه گذاشتن در کار. سلامت باشید.